خب من میخوام راجع به داستان هیپنوتیزم باهاتون صحبت کنم که اصلا چیه، پاکسازی چیه، مثلا چی کار دارم میکنم، میگم هیپنوتیزم انجام میدم و فلان و اینا. ببینید داستان اینطوریه که من خودم تا مثلا 8-9 ماه پیش که اولین بار هیپنوتیزم شدم توسط استادم، هیچ ایده نداشتم که چیه. ایده من در حد فکر میکنم هممون بود که یه سری فیلم قدیمی دیده بودیم که طرف مثلا هیپنوتیزور طرفو هیپنوتیزم میکنه و بهش میگه پاشو را برو، نمیدونم این کارو کن اون کارو کن، بعد اون کارا رو میکنه. یا اینکه نهایتا اینکه مثلا طرف رو میبرن توی یک خاطره قدیمیش، مثلا اینم من اطلاع داشتم و مثلا اونو با هیپنوتیزمش میبرنش تو خاطره قدیمیش، بعد باز میکنم خاطره رو، یه سری چیزا رو تغییر میدن و دیگه اون طرف مثلا اون احساس مثلا تروما یا حالا هر چیزی رو نسبت به اون خاطره دیگه نداره و اون میشه هیپنوتراپی. این کاری که من دارم میکنم اسمش هیپنوتراپی نیست، اسمش هیپنوتیزم کوانتومیه. یعنی یه خانومی به نام دولارس از آمریکا این سبک رو اومده ابداع کرده و منتشر کرده و آدمایی که تو مسیرش قرار میگیرن و این توانمندی رو دارن، خلاصه یه لحظه اوکی، آره من تو چادرم امشب قراره تو چادر تو حیاطون بخوابم. آره خلاصه این آدما میتونن این کار کنن و تخصص نمیخواد. یعنی یک توانایی که من نمیدونم چقدر این توانایی توی همه آدما میتونه باشه، یا مثلا حالا کسایی که این کار رو انجام میدن چقدر چه ویژگی هایی دارن. فقط من میدونم که من میتونم این کار رو انجام بدم و جواب بدم و خودم هم اینطوری میمونم که پشما مثلا چطور ممکنه. ولی هنوز امتحان نکردم مثلا بگم رندوم به چند تا از دوستان بگم بیام شما هم بیاین این متن رو بخونید ببینم آیا میشه یا نمیشه. پس خیلی هم نمیتونم بگم وای مثلا ما آدمای خاصی هستیم که میتونیم، ولی استادم اینجوری گفته. بعد خلاصه میخوام بگم شروع ماجرا خیلی پیچیده نبوده برای من و منم خیلی اطلاعات تخصصی نسبت بهش ندارم که مثلا برم بخونم کوانتومی معنیش چیه، این خانومه کی بوده، چی بوده، چه کارهایی رو مغز میکنه. فقط دارم میبینم جواب داره میده و منم دارم انجام میدم. درآمد هم که خوب دارم، چون تو اون هیپنوتیزمی که من داشتم با استادم وقتی ازش وقتی تو یکی از مراحل پرسیدم رسالتم تو زندگی چیه و شغلم چی باشه، بهم گفته شد که باید همین هیپنوتیزم رو ادامه بده. که من اصلا همینجوری مونده بودم که مثلا تا دیروز نمیدونستم هیپنوتیزم چیه، حالا مثلا باید این بشه شغل من، رسالت من. بعد آره خلاصه بخوام خیلی ساده براتون توضیح بدم که دوچار پیچیدگی نشین. داستان از این قراره که ما از این طریق شما رو بهتون با ناخودآگاهتون روبرو میکنیم. بخشش البته اینه و بخشیش یکم من خودم هنوز نمیتونم خیلی بهش بگم بخش ناخودآگاهه. هنوز برای من این مفهوم جا نیفتاده که این قسمت هم ناخودآگاهه، ولی حالا من بهتون توضیح میدم. همین توضیح هم که دارم میگم که آره ما به شما امکان دسترسی به ناخودآگاهتون رو میدیم و شما رو هدایت میکنیم به ارتباط با ناخودآگاهتون، هم اینا رو من توضیحات رو شنیدم، ولی واقعا هنوز هم نمیتونم خیلی مثلا منطقی بیام براتون توضیح بدم که اینجاش اینطوری اونطوری. حالا من میام ساده براتون توضیح میدم که وقتی که شما میاد آنلاین هم هست، یعنی چون با صوت و صداست و فرکانس صدای من و اون حالا مراحلی که انجام میدیم،
که شما وارد خلسه میشین یا همون امواج تتا. بهتون توضیح میدم که ببین چی میشه، که اصلا یه تصویری داشته باشه. من خودم هیچ تصویری نداشتم که چی قرار بشه، فقط به این خانم اعتماد داشتم چون اول برای یکی از دوستامون انجام داده بود و همین باعث شد که من انجامش بدم. ولی خب ترس و اینا هم داشتم که وای چه اتفاقی قرار بیفته اینا. بچه‌ها من باید این عنکبوتا رو بندازم از چادر بیرون، میام دوباره. پازش کجاست؟ پاز نداره. اوکی، پاز نداره. من حوصله چسبوندن اینا رو ندارم. حالا شما اگه تو بک‌گراند یه عنکبوت دیدید اینجا میاد ناراحت نشید دیگه، من دارم میبینمش. دوتا، یه کوچولو یه دونه بزرگ که میگم انقدر، ولی خب رو مخه دیگه. بعد حالا خلاصه که آره چی میشه. خب اولا که خلسه چی هست و چه تجربه و فلان اینا، کسایی که اگه تجربهشو فکر میکنن نداشتم و بهشون بگم که خب همه داریم. روزی 2 بار ما به خلسه میریم، به اون امواج تتا وارد میشیم، موقعی که از خواب بیدار میشیم و موقعی که قبل از اینکه یه تایم کوتاهی قبل از اینکه بریم بخواب. یه حالتیه که داریم هنوز صدا رو میشنویم، چشامون بسته است ولی هنوز هم نخوابیدیم کاملا. ولی کسی از همون سوال بپرسه ما اینجوری جواب میدیم آره بعدن میگم، مثلا لحنمون اینه. آره خلاصه ما از طریق یه سری تکنیک ها شما رو میبریم توی امواج تتا که بتونیم به قسمت ناخودآگاه ذهنتون، مغزتون دسترسی پیدا کنیم. خب بر اساس این اعتقاد، این حالا این روش، قسمت ناخودآگاه مغز دسترسی به تمام اطلاعات زندگی شما از اولین باری که روی زمین یا حالا توی دنیاهای دیگه روحتون زندگی کرده داره تا به امروز و حتی به آینده هم میگن دسترسی داره، که ما قول نمیدیم که تو آینده هم میتونید ببینید یا چی، ولی برای خود من پیش اومد و برای یکی از دوستان پیش اومد که ما یه صحنه‌ای از آینده رو دیدیم که حالا اینکه چقدر واقعیه و قرار اتفاق بیفته اینا رو نمیدونیم. برای من هنوز اتفاق نیفتاده، ولی حداقلش وقتی با استادم حرف زدم گفتش که ببین حداقلش اینه که گفت نمیشه روش خیلی حساب باز کرد که اون اتفاق میفته، ولی حداقلش شاید لازم بوده اون تایم که تو اینا رو دیدی اینا رو ببینی. مثلا برای من فایدهش تا الان این بوده که من خیلی احساس آرامش نسبت به اون آینده‌ای که دیدم پیدا کردم. یعنی هر موقع که اضطراب و نگرانی اینو بهم دست میده همیشه این تصویره و لمس اون تصویره، نه اینکه فقط یه تصویر ببینم، واقعا احساس کردم که واقعیه، به من احساس آرامش داده. همین. و حالا اینکه اتفاق بیفته رو باید بریم جلوتر. ولی استادم میگه که حتی اگه تو بدونی که این اتفاق واقعا قراره بیفته و اختیار تو توش سهیم باشه، تو اختیار داری که اونو تغییرش بدی و اینطوری نیست که وای حالا باید بپذیری چون دیدیش. یعنی میخوام بگم آینده توش اینجوریه. آره بعد خلاصه این ناخودآگاه به زندگی گذشته شما دسترسی داره و با این حساب هر بار که شما هیپنوتیزم بشین ما میتونیم 2 تا زندگی قبلی رو بهتون نشون بدیم، صحنه هایی از 2 زندگی قبلی. یعنی مثلا من میگم که حالا برو به زندگی قبلیت و چند تا صحنه از اون رو بهت نشون میدم. لحظه مرگم اگه بخوای بهت نشون میدم که لحظه مرگ اصلا چیز ترسناکی نیست، چیزه مثلا صحنه رو میبینی چه جوری داری میمیری، مثلا با چه اتفاقی فلان اینا، ولی احساس ترس توش نمی‌کنی. معمولا احساسات اصلا خیلی قوی نیست توی حالت هیپنوتیزم، میفهمیشونا، مثلا احساس خوشی میکنی فلان، ولی احساس ترس و وحشت اینا نه، مگر اینکه آلوده باشی که من بحث آلوده و اینا رو بهتون میگم در ادامه چیه تو قسمت پاکسازی. بعد آره خلاصه که چیزه داستان از این قراره که بچه‌ها من با این عنکبوتا رو بگیرم نمیشه، ببخشید میذارمشون تو این شیشه. بیا یکیشون آویزونم شد. یا قمر پسری بیا پسری دختر
بیا فرار نکن. بیا بزنه تو شیشه. آهان یکیشو گرفتم، بعدم میذارمش بیرون. اون یکی هم بگیرم بیام. بیا این تو، بیا پایین، بیا توی شیشه. آها خب دیگه شما 2 تا عنکبوت میبینید اینجا؟ نمیبینید، اونقدر واضح نیست، ولی حالا بعداً الان میذارمشون بیرون، گناه داره میره خونه، عنکبوت میفته گردن من. خب داشتم میگفتم آره خلاصه یه مرحلهش اینه که ما زندگی قدیمی رو بهتون نشون میدیم، یه مرحله دیگهش اینه که بعد از اینکه زندگی قبلیتون رو نشون دادیم شما رو میبریم توی معبدتون و اونجا تو معبدتون با استاد راهنماتون ملاقات میکنیم که حالا معبد چیه، استاد راهنما کیه، اینا رو بهتون میگم. معبد یه جاییه که شما موقعی که خوابین توش رفت آمد دارین. استاد راهنما کیه؟ استاد راهنما روحیه که وقتی که شما به این دنیا اومدین با شما همراه شماست، یعنی توی خواباتون بهتون باش میتونین ارتباط بگیرین و اگه مثلا آدمی باشین که خیلی اهل مدیتیشن و مراقبه و اینا باشین، حالت عادی هم میتونین باش ارتباط بگیرین، مثلا سوال بپرسین ازش، کمک بگیرید و اینا تو زندگی، ولی کلا وظیفه‌ش اینه که اومده در مسیر این زندگی به شما کمک کنه، راهنماتون باشه. که مثلا من خودم استاد راهنما دیدم اینجوریم که مثلا اینو یادمه یه خوابی مثلا نمیدونم 8-9 سال نه 10 سالم اینطورا بود حدودا، یعنی سنی بود که من خیلی دنبال معنای زندگی و اینا بودم اون تایم. مثلا یادمه من یه خوابی دیدم که این آدم توی اون خواب با من توی باغی داشتیم قدم میزدیم و کاملا سوالهای معنوی من راجع به کلیت زندگی که تو ذهنم بود و همه رو جواب داد. یعنی اصلا اون خواب کاملا یادم هست. من این آدمو که دیدم خیلی ذوق کردم، مثلا یه بغلش کردم، خیلی کیف داد. یا که مثلا یه آشنایی رو دیدم. حالا مال شماها رو نمیدونم. به طور کلی هم چون اطلاع پیدا کردم که مثلا روح نسبتاً پیری دارم، نه خیلی پیر، یعنی مثلا اگه سن یک روح رو در نظر بگیریم که 100 سال باشه مثلا برای اینکه کامل بشه و دیگه برنگرده، مثلا من 50 سالمه، اینجوری یه سن اینطوری دارم، نه خیلی مثلا زندگی آخرم نیست. اینم حالا تو جاهای مختلف دیدم. بعد آره خلاصه که یعنی مثلا شما اگه به نظرم سن روحیتون زیاد باشه و با تجربه باشه، فکر میکنم این استاد راهنماتون اصلا کلا تو کار معنویانه خورده بیشتر وصلی به خاطر تجربه زندگی به نظرم. حالا بالاخره استاد راهنماتون رو میبینین. من قبل از جلسه ازتون میخوام که یه سری سوال برام بنویسین، سوالایی که یه سری سوالای معنوی، مثلا رسالت من تو این زندگی چیه، مثلا با فلان موضوع که تو زندگیم هست چی کار کنم، چیزای معنوی اینا رو میگین، من اینا رو دسته‌بندی می‌کنم. یه سری سوال مادی میتونین بپرسین، مثلا من این شغل رو برم یا اونو، مهاجرت کنم یا نه، با این رابطه هم ادامه بدم یا نه، این آدم چرا من اذیت میکنه. اینا خیلی سوالات مادیه. این دلیلش چیه که هی داره تو زندگی من تکرار میشه فلان. اینا میشه سوالات مادی من توی مرحله آخر از ناخودآگاهتون میپرسم. بعد خلاصه از مرحله اول که دیدن زندگی گذشته بود رفتیم مرحله معبدتون، استاد راهنماتون رو میبینیم، سوالا رو میپرسیم. من باید این نکته رو اینجا بگم که هی نفرستم براتون دایرکت. ببینید استاد راهنما خب یک روح به قول معروف از چی میگن، از بالاست. خلاصه یه آدم خیلی یک روح خیلی محترم و برتریه و اگه که شما محترمانه باهاش حرف نزنید، حرف زدن ها هم تو هیپنوتیزم به صورت تلپاتی اتفاق میفته. یعنی شما به صورت تلپاتی هر کسی و هر چیزی رو اونجا ببینید، یعنی هر کسی رو که مکالمه داشته باشین
تلپاتی حرف میزنیم با هم، با زبان مثلا اینطوری نه، ولی تو همون حالت به من توضیح میدین، مثلا میگین آره اینو گفت، اینو پرسیدم، اینو گفت، و من صداتون رو دارم ضبط میکنم، چون بعداً صداتون رو میفرستم براتون. حالا بعدها شاید دلتون بخواد مرور کنین که چی گفتین، چی شنیدین. به طور کلی همه چی یادتون هست، ولی مثلا در حد اینکه دیدین آدم مثلا بعد یه سال اینجوریه که اینو مثلا من یادم رفت و تون گفتم، ولی به طور کلی چون بهوشین همه چی یادتونه. بعد آره خلاصه خیلی مهمه که باش محترمانه، یعنی بدونید که با شخص خیلی مهمی دارین حرف میزنین، و مهمه که مثلا من قبل جلسه میگم که لباس تمیز بپوشین، دوش بگیرین، کلا یه حالت این که واقعا قراره با اون آدم، اون روح برتر، حالا برتریش اینا رو نمیدونم، ولی اون روح والا ارتباط بگیرین و این خیلی مهمه. معمولا هم پیرن، خیلی مهمه. وقتی شما مثلا پیش یه استادی میری تو همین حالت عادی، چه جوری میرین؟ با لباس خونه و شتر پتره که نمیرین، تمیز میرین فلان، و این خیلی مهمه. حالا اینم برای این مهمه چون واقعا اگه ببینه که احترام براش قائل نیستین از لحاظ حسی، مثلا من همون لحظه هم که میرین تو معبد دوباره بهتون یادآوری میکنم که بچه‌ها مثلا خیلی محترمانه برین سمتش و فلان و اینجوری سوال بپرسین که جواب بده، چون یه خط در میون میتونن که اصلا نیان تو معبد، که من واقعا اون لحظه اینجوریه که ببین خواهشن مثلا برو تو معبد و بگرد، اگه دری میبینی برو، اگه کسی رو میبینی برو بپرس. این خواستنه رو تو خودتون پیشو میگیرم که شما این خواستنه رو نشون بدید که میخواین این ملاقات رو انجام بدین. بعد از اون ورم هم میگم که مثلا خیلی محترم باش، محترم رفتار کنید. خلاصه این اتفاقی بیفته، چون که اگه استاد راهنماتون نبینید، اولا که سوال معنویتون میمونه رو زمین، یعنی بعد مرحله بعدی که خیلی مرحله مهمیه، اونم استاد راهنماتون نیست که کمک کنه. مرحله بعدی چیه؟ میریم به اتاق شفا که یه اتاقیه که استاد راهنماتون میاد و شما خودتون میتونید ببینید. مثلا بهتون میگم که بدنتو لطفاً یه نگاه بنداز، چاکراتو نگاه کن. مثلا تو اون لحظه شما قشنگ میبینید که خب وارد فلان اتاق شدی، بعد وقتی بهت میگم نگاه کن، مثلا بدنتو کامل نگاه میکنی وقتی که چشات بسته است و میبینی آلودگی ها رو. مثلا میگم کامل اسکن کن، بعد میگی مثلا من تو شکمم یه آلودگی به رنگ مثلا آبی دارم، مثلا اینجام یه آلودگی مثلا به رنگ زرد دارم، مثلا این شکلیه، سنگینه، فلانه. میگی چه نوع آلودگی داری. تا الان اکثرا چیزایی که من شنیدم همه به صورت رنگ بوده، مثلا شکل عجیب غریب و اینا نداشته. بعد که استاد راهنمات ازش خواهش میکنیم آلودگی ها رو برات پاک میکنه و تو تمام این پروسه رو میبینی. من حتی این پروسه پاک کردن آلودگی ها رو توسط استاد راهنما بارها تو خوابام دیده بودم، بارها. یعنی ندیده بودم که استاد راهنمام داره پاک میکنه، چون یک بار فقط یادمه که تو اون خوابه دیده بودمش. ولی این حالتی که این داره اینا رو از بدن من جدا میکنه آلودگی رو و خیلی سخت کنده نمیشن، گاهی مثلا باید با چوب بزنه و اینا، با عصا بزنه و اینا، این حالت کنده شدن و در حالی که داره کنده نمیشه رو بارها تو خوابای مخصوصا دوران نوجوانیم خیلی میدیدم، خیلی اذیت میشدم. مثلا همیشه سوال بود برام این چیه، این چه اتفاقی میفته. ولی خیلی دوران فکر کنم اون خونه ای که توش بودیم خیلی آلوده بود، خیلی دوران بدی بود اون تایم. بعد خلاصه حالا به هر حال از اتاق شفا که خارج میشیم که شما حاله هاتون اگه غیر ارگانیک داشته باشه، غیر ارگانیک هاتون، اینا چیزایی که دیدین قابل مشاهده بوده براتون تو اون جلسه، اینا پاکسازی میشه که میتونه مثلا چه میدونم اضطراب باشه، میتونه بیماری‌های فیزیکیتون باشه، هر چی. و ما نمیتونیم الان بگیم، مثلا من نمیتونم بگم که ببین همه چی درست میشه، مثلا تو اگه فلان مثلا افسردگی داری، فلان داری، همه اینا توی این مرحله تمیز میشه، از بین میره. اولا که یه سری از بیماری ها
بیماری های الان اصطلاحش یادم نیست، ولی اینا کمک کنندن، یعنی اینا برای دلیلی که به زندگی تو کمک میکنه وجود دارن تو زندگی. مثلا من سردرد دارم، سالها در پی درمان سردردم بودم، بعد بالاخره من فهمیدم که آقا جان این سردرد موقعیه که من توی یه سری موقعیت و در کنار یه سری از آدم ها نباید قرار بگیرم و قرار میگیرم و استرس میگیرم، شونه هامو جمع میکنه و میزنه این رگ پشت سرمو منقبض میکنه، خون نمیره بالا و من سردرد میگیرم. خب اوکی، من اگه میرفتم خیلی ورزش میکردم میتونستم شونه هامو همیشه بدم عقب، یه پوزچر خیلی صافی داشته باشم و فلان و اینا، ولی اینجوری بودم که خب تو چرا اصلا میری تو اون موقعیته که این اتفاق برات بیفته که سردرد بگیری؟ حالا اوکی بدن تو رو باید درست کنی، ولی این سردرد واسه من فهمیدم که چیز خوبیه و من الان مثلا رو بدنم دارم کار میکنم، یوگا کار میکنم فلان اینا، نمیگم کلا اون داستانو ول کردم و سردرد هم وجود داره عنصرش، ولی خب من دیگه اون کارا رو نمیکنم که درد بگیره. مثلا چه میتونم الان چه هم 3 ماهی یه بار یه خوب توی موقعیتی قرار میگیرم که میبینم داره شروع میکنه درد کردن، میفهمم خب آلارمیه که من باید از اون موقعیت بیام بیرون، چون ما بدنمون گاهی شروع میکنه به اون حرف زدن. یعنی وقتی که چه میدونم از لحاظ ذهنی و روانی ما یه سری کارا که برامون بدن انجام میدیم و ذهنمون نمیتونه ما رو متوقف کنه، بدنمون دست به کار میشه، که این در حالتی که به نظر من اوضاع خیلی خیته. آره خلاصه پس آلودگی ها هم اینه جریانشون، همه بیماری ها درمان نمیشه. همین. خب بعد از این مرحله پاکسازی میریم با ناخودآگاهتون حرف میزنیم که البته ما بین این قسمت ها 2 تا کار دیگه هم اگه انتخاب کنیم میشه کرد. یکی این که روح رفتگانتون اگر بیشتر از 4 سال گذشته میتونیم درخواست بدیم اگر خواست بیاد تو جلسه باش ملاقات داشته باشیم، باش حرف بزنید کوتاه در 5 دقیقه و شاید هم نیان ولی خب معمولا میان. و یه قسمت دیگه هم هست که بهش میگن کتابخونه آکاشیک، که وقتی شما برین تو این کتابخونه میتونید کتاب زندگیتون رو بردارید و بخونید، که معمولا کسایی که مدیوم قوی هستن میتونن این کتاب بخونن. یعنی شما وقتی اون کتاب برین باز کنین نمیتونین معمولا بخونید، مثلا اینجوری که زبونش نمیدونم چیه فلان. اینه که بعد اصلا بعضی هم دوست ندارن بدونن زندگیشون چه خبره، مثلا تو کتاب زندگیشون کلا چی نوشته شده و فلان اینا. خیلی بعضی آینده رو دوست ندارن بدونن، که بازم من تجربه خوندن کتاب آکاشیک رو نداشتم، نه جداگانه درخواست دادم از استادم، نه توی هیپنوتیزمم، نمیدونم دلیل خاصی هم نداشته، نمیدونم شاید منم جز اون دسته هایی هستم که خیلی دوست دارم برام حالت علامت سوال باشه آینده، هیچ نمیدونم، شاید این کار کردم. بعد خلاص پس مرحله آخر ما میریم سراغ ناخودآگاهتون و اون سوالات مادی که بود اونا رو از ناخودآگاهتون میپرسیم و ناخودآگاه اینا رو جواب میده. دیگه همین دیگه میشه پایان جلسه و بیدار میشید و اینا. کل جلسه حدوداً 2 ساعت طول میکشه. لازمه که آنلاین توی یه اتاقی باید باشین که کسی رفت آمد نکنه، سگ و حیوان این چیزا نباشه، سکوت باشه که حواستون پرت نشه. بعد دیگه بحث لباس تمیز و فلان و اینا رو دیگه حالا چند بار نباید بگم دیگه. آها یه چیز خیلی مهم اینه که بعد از هیپنوتیزمتون حتما لازمه که دوش آب نمک دریایی بگیرین. حالا رو سرتون نمیخواین بریزین، رو شونه هاتون و گردنتون حتما لازمه یه ذره نمک حداقل اسکراب کنین. حالا رو کل بدنتون هم به طور کلی تو حالت هفته یه بار و این اگه نمک دریایی اسکراب کنین خیلی چیز خوبیه، یعنی خودتون سبکی رو متوجه میشین رو بدنتون.
ولی کلا از لحاظ انرژیا و اینا، انرژی منفی اینا رو از بین میبره. بعد دیگه چی بگم براتون؟ پاکسازی. ببین استاد من خب یه سری کارا میکنه که من الان نمیتونم، من فقط هیپنوتیزم رو فعلا میتونم بکنم. اون کارایی که استادم میکنه نیاز به حضور یک شخص مدیومی هست، مدیوم قوی، که من هنوز این ارتباط رو با حالا کسایی که اطرافم تشخیص دادیم مدیوم هستن نتونستم برقرار کنم که بشینیم این کار رو بکنیم. حالا یا نخواستن، یکیشون حالا قرار هیپنوتیزم کنم این هفته که اگه اون میخواد، که اگه واقعا جواب بده پاکسازی رو هم شروع کنیم. حالا پاکسازی چیه؟ اون بخشی بود که اتاق شفا و اینا، اونو وقتی که این مدیوم قوی انجام میده از ناخودآگاه شما اجازه میگیره، شما بهش اجازه میدین که بدون حضور شما در جلسه این پاکسازی رو برای شما انجام بده و اون شخص، اون مدیوم میتونه ببینه که حاله های شما رو ببینه، اگه طلسمی چیزی داره اینا رو ببینه و خیلی اون جلسه قوی تر از این قسمت پاکسازیه که شما توی هیپنوتیزم میبینید. چون این تجربه برای خود من اتفاق افتاد. مثلا من 8 ماه پیش که هیپنوتیزم شدم توسط استادم، بعد فکر کنم 2 ماه پیش بعد از اینکه یه هفته 10 روز هیپنوتیزم رو شروع کرده بودم که انجام بدم رو آدما، احساس کردم که آلوده شدم از طریق آدما و بعد به استادم گفتم پاکسازی برام انجام بده و پاکسازی انجام داد و من یکی از آلودگیایی که تو پاکسازی انجام داد برام میدونستم، یعنی با نشونایی که داد من میدونستم این آلودگی قدیمیه. مثلا خودشون هم گفتن این اینجوریه، خیلی این نشونا رو هم گفتم که بابا من میدونم این از کی اینجوری شده، دلیلش چیه فلاینا. بعد به استادم گفتم خب چرا شما موقعی که منو هیپنوتیزم کردی تو جلسه توی قسمت اتاق شفا ما اینو ندیدیم، این آلودگی رو که انقدر مثلا سنگین بود و اینا. که گفت تو جلسه هیپنوتیزم بسته به اینکه چقدر شما عمیق هیپنوتیزم شده باشین و کیفیت هیپنوتیزمتون چقدر تو اون تایم عمیق باشه، شما میتونید خیلی چیزها رو ببینید. یا اینم که اصلا وقتش نبوده، مثلا اون پاکسازی اون تایم اتفاق بیفته شما ندیدید. ولی به هر حال من این جلسه پاکسازی رو به همه توصیه میکنم، چون که اکثر کسایی که مخصوصا تو فرهنگ ما که خیلی جاهای مکانهای آلوده وجود داره، خیلی اهل دعا و طلسم و فلان و اینجور چیزا بودیم، حالا خودمونم اگه نگرفتیم یهو دیدی یکی واسه خانواده‌مون گرفته فلان و اینا، این یه چک کردنش خیلی چیز خوبیه به نظر من. بعد مثلا من خب میدونید چون منم تقریبا اوایل این راهم و میگم خیلی خودم اهل تحقیق و اینا نیستم تو این زمینه، دارم کم کم یاد میگیرم. مثلا این بحث این که شک به این موضوع وجود داره تو من، مثلا خودم هی جوریام که این واقعا کار میکنه، این واقعا اینجوریه، اون واقعا استاد راهنما مثلا اینجوریه اینا، یعنی با حالت شک میرم جلو و کم کم چیزها برام مثلا داره ثابت میشه. حالا بحث پاکسازی من اینجوری بودم که آره حالا اون خانم مدیومه مثلا از خودش یه چیزایی در میاره، میگه آره اینو دارم میبینم، اونو دارم میبینم، کاری نداره که مثلا اون حالا هر چیزی که داره میبینه تصورات خودشه یا حالا از هر جاییه اون میگه، ما هم میگیم که آها. اما چند تا مورد پیش اومد، مثلا مال خودم و دوستم و یه آدم، 2 تا آدم مطمئن دیگه که پاکسازی رو انجام دادن به هم گفتن. مثلا مثال بزنم خودتون متوجه میشین که مثلا این دوستمون گفتش که من قبل از این هیپنوتیزمش کنم بهش گفتم که مثلا دو طلسم اینا نگرفتی تا؟ گفت نه. بعد من هیپنوتیزمش کردم، هیپنوتیزمش آلوده بود، یعنی کسایی که پیش دعانویس و فلان و اینا رفتن اینا نباید هیپنوتیزم بشن، اول باید پاکسازی بشن به این روش بعد بیان. بعد این دوستم گفتش که نه من دو طلسم نداشتم و اینا، بعد هیپنوتیزمش کردم، هیپنوتیزمش آلوده بود،
افتضاح بود و منم چون تازه کار بودم تشخیص ندادم که این هیپنوتیزم آلوده است که همون اول کنسلش کنم. ولی خب بعدش که نشونهاشو به استادم گفتم، گفت آره این آلوده بوده و این باید پاکسازی شه. خلاصه رفت پاکسازی و نتیجهش اومد و چون نتیجهش هم به صورت وایس براتون میفرستن، یعنی شما حضور نداری، حضور فیزیکی یا آنلاین، این به نیابت از شما انجام میشه و براتون وایسشو میفرستن. بعد گفتش که بعد شبش بعد از اینکه این پاکسازیش انجام شد و تو وایس پاکسازیش گفته بود که خانم مدیوم گفته بود که من یه غیر ارگانیکی دارم میبینم که جلوی این شخص وایساده و این غیر ارگانیک این یه دعاییه که برای به نفع این آدمه، ولی خب به هر حال چون دعا گرفته شده چیز خوبی نیست. گفت مثلا یه چیزیه که براش خوبه، خودش هم گرفته. مثلا مدیوم اینجور چیزا رو میتونه ببینه که کی گرفته و اینا رو اگر ببینه میگه بهتون. مثلا اگه ببینه که مثلا اون شخصی که گرفته چه شکلیه بهتون میگه. بعد گفتش که آره این خودش گرفته. بعد وایسا تموم شد و منم لطف کرد برام فرستاد، وایسا رو گوش دادم. مثلا چند نفر تا حالا از دوستام اینا ازشون خواهش کردم اگه مثلا خصوصی نیست براشون با من شیر کردن که مثلا من تجربیام ببینم چه خبره. بعد شبش شد یهو گفتش که وای فروغ ببخشید من یهو داشتم کمدم مرتب می‌کردم چی یهو دیدم یه دعا پیدا شد تو کمدم که من یادم اومد 5 سال پیش این دعای رزق و روزی رو خودم بر خودم رفته بودم فلانجا گرفته بودم و من ازت معذرت میخوام که بهت نگفته بودم چون من اصلا یادم نبود. الان که پیش اومد که من پاکسازی رو کردم و همین امروز این اومد تو مسیر من که اینو دیدم، از استاد پرسیدم که چجوری پاکسازیش کنم، چون اینطوری نیست که مثلا دورم همینطوری بنزین سطل آشغالی، مثلا بپرسیم که چی کار کنین، هر دعای فرق داره. بعد گفت مثلا بهم راهنمایی کرد و فلان اینا و این خیلی واسه من جالب بود. و مثلا خود پاکسازی من هم آلودگی چاکرای اولم میدونستم دلیلش چیه، هم یه آلودگی روی سرم بود، اون هم دقیقاً از روزی که من MDMA با دوستم زدیم، مثلا 1 ماه اینا ما این سنگینی رو سرمون حس می‌کردیم. خودمون فکر می‌کردیم مثلا هنگوور، فکر می‌کردیم مثلا فیزیکاله، ولی من میدونستم فیزیکال نیست، چون من انقدر ویتامین و قرص و غذای خوب و فلان و اینا اون ماه خوردم که میدونستم ببین این اصلا فیزیکال نیست، یعنی این شیمی مغز نیست، این یه چیز دیگه ایه. و ما خیلی عصبی میشدیم جفتمون فلان، اصلا گفتیم چی شد، مثلا چرا ما اینطوری شدیم فلان اینا. که بعد من رفتم به استادم هم نگفته بودم بحث اینو، یعنی حتی استادم توی سوالایی که میپرسه برای هیپنوتیزم نمیگه که مثلا شما دراگ سنگین چیزی استفاده کردین یا نه، مثلا چون اونم میشه ریسک همین که شما آلوده هستین. من اینو خودم الان تجربه دیگه دارم میفهمم. بعد هیچی دیگه به من گفتش کاری غیر ارگانیکیه که رو سرته این شکلیه و اینو رفتی یه جای یه چیزی خوردی. شدم که دقیقا میدونم که اون مربوط به اون داستانه. و بعد دوستم هم که اون روز با همین خورده اونم رفته و پاکسازی به اونم گفته بود. خلاصه میخواستم بابت صحت این قضیه همچین مثاله بزنم، حالا مثال بیشتر هست ولی خب حالا همینا اکتفا میکنیم دیگه. فعلا چیز خاصی نمیتونم بگم، فکر کنم همه نکته ها رو گفتم. بعضی هم میتونن هیپنوتیزم نشن به دلایل مختلف، یا خیلی آلوده باشن هیپنوتیزم نشن، یا اجازه نداشته باشن هیپنوتیزم نشن. حالا معمولا دارن آدما هیپنوتیزم میشن، یعنی تا الان من فقط یه دونه خواهر خودم پیش استادمون رفته و اون هیپنوتیزم نشد، خوابید. ولی نمیدونم شاید چون به خاطر اینکه 11 شب داشتین کار میکرد، نمیدونم، یا شاید کلا که اون خواهرم خیلی آلوده بود، یعنی انقدر که از نوجوانیش اینا رفته بود دنبال دعا و انقدر دعا نویس و اینا رفته بود، اون آلوده بودنش قطعی بود. ولی خب پاکسازی اینا هم بعدش کرد. حالا باید من خودم دوباره هیپنوتیزمش کنم ببینم حالا با توجه به اینکه پاکسازی ها رو انجام داده هیپنوتیزم میشه یا نه.
بعد دیگه همین دیگه. حالا اگه سوال دارین بپرسین در کامنت های این ویدیو، من بهتون جواب بدم. همین. اگرم میخواین وقت بگیرین من آیدی تلگرامم اون پایین میذارم. تلگرام پاسخگو هستم. خداحافظ.